سلام، روزتون بخیر باشه. من با مرور بر اعداد اول و بحث بخش پذیری ها و یه تعداد نمونه سوال درس امروزمون رو شروع میکنم و بعد 2 تا مبحث جدید رو هم امروز خواهیم داشت. خیلی خب، توی این جلسه اول بریم سراغ اعداد اول. خب، عددهای اول رو گفتم. عدد اول عددیه که فقط بر یک و بر خودش بخش پذیر است. بر یک و بر خودش بخش پذیر است. فقط بر یک و خودش. عددهای اول رو شما تا 20 رو خیلی راحت میتونید بشمارید. مثلا 2 عدد اوله، 3 عدد اوله، فقط به خودش رو در واقع یک بخش پذیره. 5 7 9 اینطوری نیست. عددهای زوج اینطوری نیستن. فقط 2 تنها عدد زوج اولمونه. تنها عدد زوج اول. پس من فقط دنبال عدد اول توی عددهای فرد میگردم. 9 به 3 بخش پذیره. 11 اوله. 13 اوله. 15 اول نیست، به 5 بخش پذیره، به 3 بخش پذیره. 17 اوله و 19 هم اوله. تا عدد 20 رو شما به راحتی میتونید بشمارید. اما خب وقتی بخوایم یه عدد بزرگتری رو ببینیم اول هست یا نه، اون موقع باید چی کار کنیم؟ اول شما باید قوانین بخش پذیری رو کامل بلد باشید. قوانین بخش پذیری رو باید کامل بلد باشید. خب حالا بخش پذیری ها رو من شروع میکنم به مرور کردنشون. ببینیم که اصلا برای اینکه تشخیص بدیم یک عددی به چه اعداد دیگه‌ای بخش پذیره، راهش چیه؟ اولین عددی که بخش پذیری بر اون رو چک میکنیم 2. پس بخش پذیری بر 2. میدونید که بخش پذیری بر 2 یکان حتما باید چی باشه؟ زوج باشه. خیلی خوب. یکان زوجه. مثلا 18 یکانش زوجه. 14 یکانش زوجه. اینها حتما بر 2 بخش پذیرن. 826 یکان زوجه. پس بر 2 بخش پذیره. این مشکل 2 که از ابتدا هم بلد بودید و هیچ مشکل خاصی هم باهاش ندارید. بریم سراغ بخش پذیری بر 3. خب من ببینم که عددم بر 3 بخش پذیره یا نه. باید مجموع ارقام عدد بر 3 بخش پذیر باشد. این مثال بزنیم. مثلا همون 826 به 2 بخش پذیر بود. مجموع ارقام این یعنی 8 2 و 6 میشه 16. 16 بر 3 بخش پذیر نیست. یا مثلا 315 مجموع ارقام 3 1 5 5 و 1 6 با 3 9. این بر 3 بخش پذیره. پس من میفهمم که 315 بر 3 بخش پذیره. بخش پذیری بر 3 هم پس از روی مجموع ارقام قابل تشخیصه. خب بریم حالت بعدی. یه بخش پذیری بر 4 داریم که اینو 2 بار باید بر 2 بخش پذیر باشه. بخش پذیری بر 4. خب این خیلی سخت نیست. شما باید 2 بار بر 2 بخش پذیر است. ببینید مثلا 826 که همونجا مثال زدیم. آیا ببینیم این بر 4 بخش پذیره؟ اگر اینو یه بار به 2 ساده کنیم، راه اولش اینه دیگه، به 2 سادهش کنیم میشه 800 400 میشه 26 10 میشه و 13 میشه. 26 هم 13 میشه 413 و 413 دیگه بر 2 بخش پذیر نیست. پس بر 4 هم یه بار بر 2 بخش پذیر بود، دفعه دوم بر 2 بخش پذیر نیست. پس بر 4 بخش پذیر نیست. خب
حالا راه دیگه ای آیا آسان‌تر هم وجود داره؟ بله، میان میگن که بیایید دو رقم سمت راستش مثلا 26 باید بر 4 بخش پذیر باشه. که نیست اینجا البته. پس اینم بر 4 بخش پذیر نیست. مثلا مثال بعدی 328 میخوایم ببینیم بر 4 بخش پذیره یا نه. 28 بر 4 بخش پذیره، پس 328 هم بر 4 بخش پذیره. مثلا 300 یا 1316 میخوام ببینم بر 4 بخش پذیره یا نه. دو رقم سمت راست 16 بر 4 بخش پذیره، پس این عدد بر 4 بخش پذیره. 786 میخوام ببینم این عدد بر 4 بخش پذیره یا نه. باید دو رقم سمت راستش 86 بر 4 بخش پذیر باشه که نیست. 86 بر 4 بخش پذیر نیست، پس 786 هم بر 4 بخش پذیر نخواهد بود. بسیار. پس بخش پذیری بر 4 رو هم حالا یا دو بار بر 2 تقسیم میکنید یا به این صورت با دو رقم سمت راستش چک میکنیم که آیا بر 4 بخش پذیره یا نه. حالت بعدی بخش پذیری بر 5 که مهمه برامون و خیلی هم پرکاربرد بوده، مطمئنا همه بلدین. باید یکان 0 یا 5 باشه. پس یکان 0 یا 5 دیگه میدونید دیگه. 25 20 130 185 اینا عددی که بر 5 بخش پذیرن. خب بخش پذیری بر 6 بچه راه دیگه هیچ راهی نداره به جز اینکه بر 2 و 3 بخش پذیر باشه. یعنی همزمان هم بر 2 بخش پذیر باشه هم بر 3. اینا کمتر ما استفاده میکنیم ازشون. بخش پذیری بر اعداد اوله که خیلی پرکار برده. بر 6 بر 2 و 3 باید بخش پذیر باشه، یعنی یکان زوج باشه. مجموع ارقام هم در واقع ببخشید اینو عوضش کنم. دویست 16 این الان بر 2 بخش پذیره. بر 2 بر 3 2 1 6 جمع ارقام 9 بر 3 هم بخش پذیره، پس بر 6 هم بخش پذیره. پس بخش پذیری بر 6 هم به این صورته. خب مورد بعدی بخش پذیری بر 9 هستش. ببخشید بر 7. بخش پذیری بر 7 رو چگونه چک کنیم؟ خب اینم خیلی پرکاربرد و خیلی تکنیک جذابی داره. باید تکنیکش رو یاد بگیرید. میگم خیلی کاربرد داره توی مسائلتون. مثلا میخوام ببینید من از 49 که میشناسمش شروع میکنم. 49 رو شما میدونید که بر 7 بخش پذیره. راهش چیه که چک کنم این عدد بر 7 بخش پذیره؟ اول میان یکان ضرب در 2 میشه. یکان رو ضرب در 2 کنم میشه 18 و عددی که از حذف یکان مانده یکان باقی میماند را از 2 برابر یکان کم میکنیم. ببینید الان عددی که باقی مونده چیه؟ 4. میام از این کم میکنم. 18 منهای 4 14. حالا میبینم 14 بر 7 بخش پذیره، پس 49 هم بر 7 بخش پذیره. حالا یکم عددا رو ببریم بالاتر. مثلا 326 میخوام اینو چک کنم ببینم بر 7 بخش پذیره یا نه. اول یکان رو ضرب در 2 میکنم میشه 12. چه عددی مونده از حذف یکان؟ 32. 32 منهای 12 چی میمونه؟ 20. 20 بر 7 بخش پذیر نیست.
پس این عددم 326 هم در واقع 7 بخش پذیر نیست. الان نگاه کنید عدد بعدی. مثلا همینجا من مثالی که میخوام بزنم 336. این 6 ضرب در 2 12. حالا میام 33 رو منهای 12 میکنم. عدد من 21 بر 7 بخش پذیر است. پس 336 هم بر 7 بخش پذیره. بیاید چک کنیم ببینیم آیا 336 بر 7 بخش پذیره. 4 هفتا 28 تا. چی میمونه؟ 56. تو 56 تا چند تا هفتا هست؟ 8 هفتا 56 تا. پس بخش پذیر بود. 336 بر 7 بخش پذیره. پس بخش پذیری بر 7 رو هم به این صورت چک میکنیم. بخش پذیری بعدی که مهمه برامون بخش پذیری بر 9. مجموع ارقام بر 9 بخش پذیر است. مثلا 18 مجموع ارقام 1 به اضافه 8 9. 27 مجموع ارقام 2 به اضافه 7 9. اینا بر در واقع 9 بخش پذیرن. 54 5 به اضافه 4 9 بر 9 بخش پذیره. 954 9 5 4 مجموع ارقام 18 بر 9 بخش پذیره. پس اعدادی که بر 9 بخش پذیرن مجموع ارقامشون هم بر 9 بخش پذیره. خب بعدی بخش پذیری بر 10 که اینو میدونید من اصلا لزومی نداره بگم، فقط حالا یکان 0 است. یا عددمون 10 یا 20 یا 30 یا 130 یا 140 و یکان حتما 0. خب بخش پذیری بعدی که برامون مهمه و با یه رنگ دیگه، بخش پذیری بر 11. این هم خیلی مهمه. ببینید شما باید اون عددتون رو، مثلا من از 121 شروع میکنم، عددتون رو به 2 دسته تقسیم کنید. دو سری عدد. در واقع این عددهای یک درمیان. الان ما یه دونه 2 داریم اینجا، 2 تا 1. 2 و 2 تا 1 هم که با هم جمع کنیم میشه 2. پس جمع کنیم این دوتا رو با هم، 2 رو هم که داریم. اختلاف این دوتا 0. یعنی باقی مانده این عدد بر 11 0. پس بر 11 بخش پذیره. پس بر 11 بخش پذیره. مثلا 726 میخوام بخش پذیریشو بر 11 چک کنم. میام دوباره 7 و 6 جمعش میشه چند؟ 13. یه دونه 2 مونده، منهای 2 میکنم. 13 منهای 2 11. 11 بر 11 بخش پذیره. پس این عدد 726 هم بر 11 بخش پذیره. میخواید چک کنین ببینید 726 رو تقسیم بر 11 میکنیم. 6 تا 66 تا 6 تا باقی میمونه. 66 تقسیم بر این هم میشه 66. پس 66 ضرب در 11 در واقع شد 726. بازم مثال بزنم از بخش پذیری بر 11. خب مثلا 1820 1825. اینجا میام دوباره ارقام رو یک درمیان با هم در نظر میگیرم. ببین اینو با هم جمع میکنم، این دوتا رو هم با هم. 1 و 2 3. 8 و 5 13. 13 منهای 3 میشه 10. 10 بر 11 بخش پذیر نیست. حالا عدد رو یه مقداری تغییرش بدم. 1826. ببینید یک رقم بیشتر شد. دوباره 1 و 2 با هم جمع بشه میشه 3.
8 و 6 هم که با هم جمع بشه میشه 14. 14 منهای 3 11 و 11 بر 11 بخش پذیره، باقی ماندهش 0 میشه. پس 1826 هم بر 11 بخش پذیره. خیلی خب، بخش پذیری بر 11 هم تکنیکش جذاب بود. میریم سراغ بخش پذیری بر 13. اینا مثال های 11 بود. مثال از 11 بود. حالا بخش پذیری بر عدد 13. این دوباره مثل 7 که یه تکنیک خاص داشت، یه تکنیک تقریبا مشابه داره. مثلا 169 رو میخوام بخش پذیریش رو بر 13 بررسی کنم. باید چیکار کنم؟ باید بیام این بار یکان رو ضرب در 4 میکنم. 4 ضرب در 9 میشه 36. بعد اون چیزی که باقی میمونه، چی باقی مونده؟ 16. این دفعه باهاش جمع میکنیم، با 36 جمع میکنیم و این میشه 52. بچه‌ها توی این مراحل، حالا هم برای 7 هم برای 13، اگه رسیدی به یه عددی که بازم نمیدونی مثلا بر 13 بخش پذیره نیست، چی کارش میکنی؟ بازم همون مرحله قبل رو روش تکرار کن. ببین من الان میدونم 52 بر 13 بخش پذیره و عدد اوکیه، ولی حالا اگه نمیدونیم باید چی کار کنیم؟ بیایید دوباره اینو 4 برابر کنید. 4 ضرب در 2 8. چی باقی مونده ازش؟ 5. و قرار شد باهاش این بار چیکار کنیم؟ جمع کنیم. 5 و 8 13 و این بر 13 بخش پذیره. پس 169 بر 13 بخش پذیره. پس روش چی شد؟ روش اینه که 4 برابر یکان را با عددی که از در واقع حذفه، که از حذف یکان به دست می آید جمع می کنیم. با اون عددی که از حذف یکان به دست میاد جمع می کنیم و چک می کنیم. حالا نگاه کنید، من دوباره یه مثال دیگه بزنم. مثلا 427. 7 رو در واقع باید ضرب در 4 کنیم. 4 هفتا 28. بعد 42 باقی مونده، با 28 جمع میکنیم میشه 70. 70 بر 13 بخش پذیر نیست. اگه بلدم نیستیم چیکار میکنیم؟ دوباره 4 برابر اینو که میشه 0 با اون چیزی که باقی میمونه جمع میکنیم. 7 و 0 7. این بر 13 بخش پذیر نیست. پس 427 مونم بر 13 بخش پذیر نیست. حالا همین عدد رو اینو بر 13 چک کردم، بیا اینجا بر 7 هم چک کنیم. برای بخش پذیری بر 7 گفتیم اینو ضرب در 2 میکنیم، اینجا ضرب در 4 میکردیم میشه 14. و بعد 42 رو اون چیزی که باقی مونده رو ازش کم میکردیم میشه 28. خیلی خوب، 28 بر 7 بخش پذیره. پس این عدد 427 بر 7 بخش پذیره، اما بر 13 بخش پذیر نبود. پس تکنیک بخش پذیری بر 7 و بخش پذیری بر 13 خیلی شبیه. این ضرب در 2 میشه، این ضرب در 4 میشه، این منها میشه، اینجا جمع میشه. تکنیک های دیگه رو هم داریم، من میگم اگر دوست داشتید استفاده کنید. بخش پذیری خب بر 15 که هیچی، بخش پذیری بر 17 مورد بعدیه که باید حالا با تکنیک بلد باشیم اگر لازمه. اگر هم تکنیک بلد نبودی دیگه بخش پذیری بر 17 و 19 رو تقسیم کن ببین آیا بخش پذیر هست یا نه. خیلی خوب، بخش پذیری بر 17. توی بخش پذیری بر 17 هم میایم این دفعه مثلا مینویسیم 872. مثال میزنم، میخوام ببینم بخش پذیر بر 17 یا نه. این دفعه یکان ضرب در 5 میشه، پس این بار یکان ضرب در 5 میشه و بعد مونده اون عدد حذف یکان چی میمونه؟ 87. این دفعه از این کمش میکنیم، پس اینجا هم دوباره داریم چیکار میکنیم؟ کم میکنیم.
5 تا 10 تا 87 منهای 10 77. 77 آیا بر 17 بخش پذیره؟ بازم نمیدونی، اشکال نداره. دوباره اینو ضرب در 5 میکنی میشه 35 و بعد باقی مانده رو ازش هرچی هست کم میکنی میشه 28. 28 بر 17 بخش پذیر نیست. پس این عدد هم 872 هم در واقع مثال ما این بوده، 872 هم بر 17 بخش پذیر نیست. پس بخش پذیری بر 17 خیلی کم، من خودم هم کم استفاده میکنم. یکان رو ضرب در 5 میکنیم، درست شد؟ یکان ضرب در 5 رو منهای باقی ماندگی که از حذف یکان به دست میاد. پس یکان در 5 ضرب می شود و سپس از عدد حاصل از حذف یکان کم می شود. خیلی خوب. اینم از این. و آخریش توی بخش پذیری بر 19 باید چی کار کنیم؟ خیلی شبیه هفته، برعکس هفته. اینجا مثلا 329 یکان رو ضرب در 2 میکنیم. پس یکان ضرب در 2. فقط اونجا می اومدیم از عددی که از حذف یکان به دست می اومد کم میکردیم، اینجا جمع میکنیم به اضافه عدد حاصل از حذف یکان. خب پس 18 به اضافه عدد حاصل از حذف یکان اینجا 32. 32 و 18 ببخشید 50. 50 بر 19 بخش پذیر نیست. اگر باز هم موندیم دوباره همون مراحل رو تکرار میکنیم. یکان ضرب در 2 که میشه 0 به اضافه عدد حاصل از حذف یکان 5. 5 بر 19 بخش پذیر نیست. 5 بر 19 بخش پذیر نیست. اینا بخش پذیر نیست، نخونید ضرب. 5 بر 19 بخش پذیر نیست. خیلی خوب. پس این چند تا تکنیک رو برای بخش پذیری ها داشته باشید و بعد بریم برای اینکه عددهای اول رو بتونیم تشخیص بدیم و تجزیه به اعداد اول. یک بار دیگه یه مروری بکنم. بخش پذیری هایی که تکنیک خاص داشت: بخش پذیری بر 7، بخش پذیری بر 13، بخش پذیری بر 17، بخش پذیری بر 19. این یکان ضرب در 2، این یکان ضرب در 4، این یکان ضرب در 5 و این باز یکان ضرب در 2. خب اینجا منهای عدد حاصل از حذف یکانه، اینجا این به اضافه عدد حاصل از حذف یکانه، دوباره این منهای عدد حاصل از حذف یکانه و این به اضافه عدد حاصل از حذف یکانه که میتونید اینا رو بلد باشید و ازشون استفاده